دو نمودی مشکلی موجودند که با دو راه فهمانیده می شوند. یعنی دو سوال. مشکلی یکم این من در یک روز 5 وقت نماز خوندن نمیتوانم. من نمیتوانم این را. نه. من تو را باور نمیکنم. نمیتوانم میگوید، لیکن من باور نمیکنم. میدونید چرا؟ چون که من الله را باور میکنم. ببینید، من نگفتم که به الله باور دارم. من گفتم که من الله را باور میکنم. یعنی فرقیت را حس کردید؟ من به الله باور دارم، یعنی که به موجودیت الله باور داشتن. لیکن من گفتم که الله را باور میکنم، یعنی اون چیزی که او گفته است. او گفته است سبحانه و تعالی، الله گفته است بر هیچ کس به جز مقدار طاقتش واجب نمیکند. این را الله گفته است. الله میگوید که من به هیچ کس مشکلی را نمیدهم که او این مشکلی را تحمل کرده نتواند. این را الله گفته است. شما میگویید که نمیتوانید کرده آن کاری را که الله به ما واجب کرد. همین طور میگوید نمیتوانم 5 وقت نماز خونده. این خیلی بسیار است. الله میگوید تو میتوانی و من انتخاب دارم تو را باور کنم یا اینکه الله را. و اگر شما این را نفهمید، شاید که شما به خودتان دروغ میگویید. شاید که شما خود را باور کنانید که از سبب تنبلی و از سبب بی ارادگی 5 وقت نماز خوندن نمیتوانید. من شما را تحقیر نمیکنم. من نمیدونم مشکلی در چیست. شاید که شما شرم میدارید از نماز خوندن در نزد مسلمانان. آدمان که در وقت کار 15 دقیقه تنفس تنباکو کشی دارند. آنها رفتن میشینند، استراحت میکنند، صحبت میکنند، لیکن تو نمیتوانی 5 وقت نماز بخوانی. سبحان الله. یک زمان من در نیویورک کار میکردم و میدیدم که مسلمانان نماز میخوانند. در کجایی که راست میومد، جوانی در نزد خریطه پنجم در کنار راه پیاده‌گرد نماز میخواند چون که وقتش رسید. یا اینکه در اونیورسیته وقتی در حجره نسخه برداری را میکشایی، با آسانی میتوانی ببینی که 3 جوان نماز میخواندند در آنجا. مسلمان نمازش را میخواند، وقتش که آمد. نقطه. خوش دوامی موضوع. الله میگوید تو میتوانی. اگر الله تو را وظیفه‌دار کرده است به این کار، پس تو میتوانی. این را درک کن و به الله تکیه کن. او این را برایت آسان میکند. سوال دوم این است که اهمیت دارد برای او. یگان اهمیتی دارد نماز خواندن من، یا اینکه به جمله دیگر گویم او به نماز من نیاز دارد یا اینکه نه. شما فراموش نکنید که نماز برای الله نیست. نماز برای شماست. برای الله نیست. اگر تمام آدمان دنیا تمام عمرشان را در نماز گذرانند، الله از این داراتر نمیشود. این به بایگری الله چیزی را الوا نمیکند، چون که او خود صاحب همه موجودیت است. و اگر همه آدمان دنیا الله را فراموش کنند، این از بایگری دارایی و قدرت و توانایی الله چیزی را کم نمیکند. او محتاج ما نیست. ما محتاج اویم. ما محتاج اویم. شما حس میکنید که باید نماز بخوانید. این عهده‌داری را حس میکنید در حیاتتان. اگر حس نکنید و فکر کنید که آزادید و به کمک الله هیچ نیازی ندارید، اگر فکر کنید که محتاج نیستید به کمک الله، پس ایمانتان مشکلی جدی دارد. زیرا ایمانتان خیلی ضعیف شده است، چون که شما از الله خیلی دور شده اید، حتی تا اون درجه‌ای که شیطان به آسانی آمده به شما میگوید من میدونم که تو خود را بد حس میکنی از سبب بی‌نمازی و میپرسد عموما چرا باید تو نماز بخوانی. این مرحله دوم بیماری است. مرحله یکم این بود که شما عقلاً بیماری را حس میکردید، خود را ناراحت و گناهکار حس میکردید و این هدیه الله است. وقتی حس گناه گذرد میگوید الله محتاج نماز من است، همش خوب است تا اون دمی که من خوب هستم. و این مرحله دوم است که من دربارش گپ زدن میخواهم. کی معین میکند که خوبی چیست؟ دو نمود خوبی موجود است در دنیا، فراموش نکنید این را. یکم این آداب خوب می باشد. من خوبم با همسایه ها، راستگویم در جای کار، مناسبت خوب با آدمان، دزدی نمیکنم، فریب نمیکنم. این آداب است. آداب و اخلاق خوب. با آدمان راستگویم، فریب نمیکنم، انداز را میسپارم و غیره. این با وجدان بودن است. راستگویم در سودا. این چنین هست خوبی های دینی. رفتن به حج، دادن زکات، خوندن 5 وقت نماز در یک روز، داشتن روزه ماه رمضان. این الکی خوبی های آداب نیست. این خوبی های دینی است. خوبی های آداب و اخلاق و خوبی های دینی اینها کلا فرق میکنند. چه رخ میدهد با مسلمانان و نامسلمانان؟ مخصوصا با مسلمانان ما بسیار وقت این دو چیز را آمیخته میکنیم. برای همین در بین مسلمانان هستند کسانی که آداب خوب دارند. آنها خوبند با عائله‌شان، خوبند با فرزندان، در عهده‌داری خانواده، مناسبت خوب با همسایه ها، راستگویان در جای کار، آدمان خوبند، لیکن میدانید چی؟ خوبی های دینی ندارند. نیاز بدی ندارم تا که خوب باشم. آنها چنین میگویند. و هستند دیگر نمودی آدمان که نماز میخوانند و حج میروند، زکات میدهند، ریش دراز دارند و لباس های دینی میپوشند. لیکن آنها رفتاری خوب ندارند با عائله‌شان، در داد و گرفت فریبگرند، آداب و اخلاق خوب ندارند. و آن همین چیز رخ داده است که ما دو نمود خوبی را تقسیم کرده ایم: آداب خوب، اخلاق خوب و خوبی های دینی.
ва Аллоҳ ин хубиҳоро дар Қуръон ҳар дуяшро дар як ояте гуфтааст ва ин оят ном дорад оятулбир, яъне ояти тақводорӣ. хуб будан чӣ маъно дорад? оятро ки омӯхтед, мефаҳмед ки ин ду чиз пайваст аст. ин пайвастшавии одоби хуб, яъне ба ваъда вафо кардан, бо сабрӣ, муносибати хуб доштан ва инчунин хубиҳои динӣ, яъне хондани намоз, додани закот. яъне ин пайвастшавии ду фаҳмиш дар якҷоягӣ мебошад. аз ин сабаб бисёриҳо фикр доранд, ки танҳо бо одобу ахлоқи хуб онҳо худро хуб мешуморанд ва бо ин дар назар дорад хубиҳои диниро, яъне он чизе ки Аллоҳ ба мо омӯхтааст. Лек Аллоҳ мехоҳад пайвастшавии ин ду хубиро дар якҷоягӣ. дар ин ҳолат одам ҳақиқатан хуб аст, лекин касе барои худ муайян кардааст, ки ӯ бо одобу ахлоқи хуб аст ва қарори Аллоҳро рад кардааст. лек мо ба Аллоҳ муроҷиат мекунем, чунки мо барои худ чизеро муайян намекунем ва мехоҳем Аллоҳ барои мо хубиро муайян кунад, иншоаллоҳу таъоло.